هیچ وقت فکر نمی کردم یک صدا بتونه زندگی یک آدم رو اینطوری از هم بپاشه. همه چیز از شبی شروع شد که برای اولین بار صدا رو شنیدم. اون شب ساعت حدود 3:14 بامداد بود. دقیقا همون ساعتی که معمولاً بی هیچ دلیلی از خواب میپرم. همه جا ساکت بود، نه ماشینی، نه سگی، نه صدای باد، و درست همون موقع بود که شنیدمش. تق تق تق. آروم شمرده از پشت دیوار اتاق خوابم. اول فکر کردم لوله هاست یا شاید همسایه، ولی چیزی درست نبود. صدا انگار ریتم داشت، نه تصادفی نه نامنظم. تق تق، وقفه، تق، دقیقا مثل ضربه‌های انگشت. شب بعد دوباره همون ساعت 3:14، این بار نزدیکتر. چسبوندم گوشم رو به دیوار. دیوار گرم بود، خیلی گرم، و با صدایی که هنوز مو به تنم سیخ میکنه شنیدم میشنوی؟ از پشت دیوار میومد. نه مرد بود نه زن، بی‌حس و خالی، انگار از جایی میومد که نباید صدا وجود داشته باشه. روز بعد نقشه آپارتمان رو بررسی کردم. پشت اون دیوار هیچ اتاقی نبود، نه خونه همسایه، نه راپله، نه فضای خالی، فقط دیوار. همسایه‌ها گفتن ما چیزی نشنیدیم. مدیر ساختمون گفت اون دیوار قبلا هم شکایت داشته. پرسیدم چه شکایتی؟ چند ثانیه سکوت کرد، بعد گفت Sounds. شب پنجم دیگه ضربه نبود، خراش بود، انگار چیزی با ناخون از اون طرف دیوار رو میخراشید. و بعد صدا گفت خیلی نازکه. تقریبا رسیدم، نفسم بند اومد، خواستم فرار کنم ولی پام تکون نمیخورد. و درست همون لحظه یک جمله آخر: تو قبلا اینجا بودی؟ یادت رفته؟ You've been here before. Have you forgotten? صبح روز بعد من رو توی راهرو پیدا کردن، بیهوش. دکترها گفتن شوکه شدم، اما بدترین بخشش میدونی چی بود؟ وقتی پلیس دیوار رو خراب کرد، پشتش هیچ چی نبود، نه استخون، نه جسد، نه اتاق. فقط با خطای کج و عمیق روی سیمان نوشته شده بود نوبت توئه که بزنی. اگه امشب ساعت 3:14 صدای از دیوار شنیدی، خواهش میکنم جواب نده. اگه از این تجربه ترسناک لذت بردید، حتما ویدیو رو لایک کنید. برای من مهمه که بدونم دوست دارین داستان‌های این مدلی بیشتری بسازم. ایده‌هاتون رو توی کامنت ها برام بنویسید و با سابسکرایب همراه بمونید.